پروردگاری که هر عبادتی تو را میگوید من نظر دارم، هر قدمی تو را در تاریکی و در روشنی میبینم. پروردگاری که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، پروردگاری که هیچ چشم در دنیا قدرت دیدن من ندارد مگر من همه چشمها را میبینم. همون پروردگار میگوید، همون پروردگاری که تو در یک عالم نابودی و نیستی بودی، در شکم مادر به واسطه نطفه تو را پیدا کرد. انا همون پروردگار تو را اشاره میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ای جوان، ای بنده خدا، پروردگار میگوید در خانتان همون انسانی که نامش آتش و نامش آچه است، یا نامش پدر است یا نامش مادر است، الله میگوید تو را توصیه است. وصینا به معنای توصیه، به معنای سپارش است. سپارشت میدهم، حکم میکنم بالای تو. چه حکم دارد؟ چی سپارش میده پروردگار؟ سپارش میدم که بالوالدین احسانا. یکی مبادا تو همین آته و آچته یا همین پدر و مادر تا یکی نرنجانی، نکند که تو همین قرار منه، همین حکم منه نادیده گیری. نکند که تو در همین دنیایی که یک روز از روزها عمر تو به چنده که نباشد، من تو را بر نزد خودم دعوت میکنم. نکند که در همین دنیایی که تو اینو پدرود میگویی، وقتی از این دنیا گذری و پدر و مادر در رفتن تو خرسند باشند، یا دعای نیکی اونها را نگیری. نکند که همین خیلی به دعای پدر و مادر خانه قبر بیایی، و الا خانه قبر برای تو خانه آتش میگردد. نکند که هم تو به خانه قبر بیایی. سپارش میدم پروردگار میگه دادر عزیز، سپارش فرمان حکم بالوالدین احسانا. به این دو، به این پدر و مادر احسان فقط و فقط نیکی کن. هیچ وقت در حق این دو تو بدی را روا مبین. هیچ وقت نقشه مکش. هیچ وقت به دلت آرزو هم نکن که یگان بدی را بگذران. زیرا پروردگار در سوره اسراء میگه ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. پروردگار میگوید بندگان من، وقتی شما در پدر و مادر خدمت میکنین، با کدام مقصد خدمت میکنین، با چی نیت خدمت میکنین؟ من از داخل سینه تو درکدار هستم. تو با کدام مقصد خدمت میکنی؟ نیتی تو چیست؟ در کتاب میارد که مرد مادرش در بسیار خدمت میکرد، مادر پیرانسالی داشته است. برداشتن او، نگاه و بین او، کسی که پدر و مادر نگاه کرده است، روزهای بیماری پدر و مادر را پس سر کرده است. اونا میدانند چه مشکلاتی دارند. بسیار در مادر خدمت میکرد. حتی در محله ها آوازه شده بود که ای فرزندها عبرت از فلانی گیرید، ببینید چگونه باید بر مادر خود خدمت میکند. برای همه اون مثال شده بود. روزها پریمیر میگن، برای همه پریمیر شده بود، برای همه مثال شده بود که ای فرزندی من او از فلانی آتا بگیر، ببین چه در مادرش خدمت میکند. همه آرزوی او را میکرد، همه حواسی او بچه را میخورد. کاش که خدا ما را میگفتن هم تا بچه دیاد که همین خیال در مادرش خدمت کنه. پیغمبری همون زمان وقتی این جوان از دنیا گذشت در خوابش دید که وقتی که این جوان در قبر گذاشتن، بالای او در بچه ها یا دروازه های دوزخ گشاده شد. عذابهای دردناک بالای این بچه‌ای که مثال در محله بود، مثال در شهر بود، دروازه های عذاب بالاش گشاده شد. پیغمبر مردم از جمع کرد، گفتن این جوانی که همگی پیروی او می شدند، خدمت مادری او، همه را گویم که
در حیرت گذاشته بود، دروازه های دوزخ پروردگار بالاش کشاد. در حبیب خدا چی؟ سبب چی بوده؟ پیغمبر همون زمان جواب داد که وقتی این در مادرش خدمت میکرد و مادرش میبرداشت و مادرش طعام داد، با دلش میگذرانید ای کاش پروردگار در اوتر همین مادری مرا از حیاتش منقطع کنی و در عمرش کوتاه کنی که آقی مانده شدم. ای پروردگار چند در این مادری کمپیر من خدمت میکنم، نه بازار رفته میتونم، نه یک جا سیاحت رفته میتونم، نه با یار و رفیقم نشسته میتونم. آخه هر زمان برای این خدمت در کار، خدای مهربان زاره میکنم برای تو، این را بردار. ببین پروردگار برای همین گفت ربکم اعلم فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. پروردگار گفت من میدانم ای جوانای عزیز شما با کدام مقصد در پدر و مادرتان خدمت میکنید. من میدانم از داخلی سینه‌تان درکدار هستم که آیا تو در نماز در حق پدر و مادر دعا میکنی یا نمیکنی. اینا را پروردگار میشنود. دادر عزیز خداوند سپارش میدهد و بعد اجرا کردن سپارش هم دادر شما خدمت خاصه برای پدر و مادر کنید، فقط برای پروردگارتان کنید. خدایا فقط و فقط برای رضایت تو میکنم. مبادا در دلتان یکی قطع شدن حیات اونها را یا دور کردن از پهلوی خودتان دادر عزیز، یکی مبادای نیت نکنه که خدا شما را دور میکند، خدا شما را عمرتان کوتاه میکند. دعای شما آن خواستی شما برعکس می شود، الله تو را همراه زند میبردارد، پدر و مادر تو باقی میماند. اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق. رواه دیلمی. دیلمی در روایتش میارد که پیغمبر خدا گفتند وقتی که جوانای عزیز شما نماز میخوانید، نماز شب میخوانید یا 5 وقت نمازتان میخوانید، نماز خواندین و بود کردین و در آغازش وقتی که دعایی در حق پدر و مادر نکردین، پروردگار گفت من تو را ای جوان مرد در دنیا از نفرهای کمبغل ترین کمبغل ها میگردانم. ببین تو اصلا مال نمیبینی، پول نمیبینی. اگر پولدارم شوی زود است که باز بالای تو یگان مصیبت میاد، این پول در دست تو ابدی نمیماند. ریسک تو را پروردگار به خاطر که تو در حق پدر و مادر دعا نمیکنی کم میکنه، قطع میکنه. میگه پروردگار ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. پروردگار میگوید ای جوانای عزیز، ای جوانایی که امروز شما قدهای شما به 1.80 رسید، وزنهای شما از 2 کیلو از 3 کیلو به 100 و به 150 رسید. پروردگار میگوید شما یک زمان خرد بودین در شکم مادرهاتون، پروردگار شما را پرورش میکرد، نگاه میداشت و همین مادر شما را تولد کرد، بسیار با مشکلات تولد کرد. ببینید مشکلات کرهن، بسیار زحمت قدی مادر تو را تولد کردن. حملته کرهن، برداشتی تو را به مشقت تو را برداشت. ولی در دست 2 کیلو بار بگیر، 3 کیلو بار بگیر، تا خانه را بردن در دستت مانده می شود. 9 ماه این مادر در این خلطه خود را می برداشت. 9 ماه هم برداشتش به مشقت بود. خدا میگه این مادری که تو امروز پسندش نمیکنی، این مادری که امروز تو میگوی هی هی نکو، یا این مادری که تو با او قوق میگردانی، این مادری که امروز تو سخنی تو ناجوان مرد سخنی زنت از حرمت مادرت بالا ماندی، انا همین مادر پروردگار اشاره دارد که همین مادر در خلطچکی که نام او بچه‌دان بود 9 ماه تو را برداشت. 9 ماه با محافظت میکرد، چیزهای سخت نمیخورد،
چیزهای خنک نمیخورد، اگرچه اشتها هم داشت، یکی مبادا یکی فرزندم در داخل شکم من زلال نکنه. تولد تو به مشقت بود. پروردگار و حمله و فصاله 30 شهرا، برداشتنی تو و شیر دادنی تو را پروردگار گفت 30 ماه بود. 30 ماه قرآن بیان می‌کند، سوره احقاف 30 شهرا، 30 ماه مادر تو را برداشت تا حاملگی تا شیر دادن. چگونه که سوره لقمان بیان کرده بود، برای چی 30 ماه؟ 30 ماه حد مدت اقل حاملگی 6 ماه است. ابن عباس میگوید مدت اقل حاملگی 6 ماه است. وقتی اگر 6 ماه تو را مادر تولد کند، ابن عباس گفت باید 24 ماه یعنی 2 سال مادر شیر داد. تمام شیر، یعنی شیر دادن دیگر از ذمه مادر بیرون میشه. اگر 7 ماه به دنیا آمدی 23 ماه، اگر 9 ماه به دنیا آمدی 21 ماه، مادر تو را چکار میکنه؟ شیر میدهد. پس اگر جمع کنیم 2 سال 24 ماه، این 9 ماه شکم 33 ماه مادر در حق تو جانبازی ها کرده است. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجهاد فی سبیل الله. برادر عزیز، نماز خواندن فضیلت دارد، روزه داشتن فضیلت دارد، حج رفتن فضیلت دارد، جهاد در راه پروردگار با دشمنهای خدا فضل دارد، برکات دارد. لیکن حبیب خدا میگوید از همه اینها در ثواب دیده در جای اول خدمت پدر و مادر